همیشه برای این که مردم دربارت خوب قضاوت کنند از چیزی که دلت میخواد میگذری، خودت را سرزنش میکنی و تلاش میکنی تا مردم از تو راضی باشند. این بزرگترین اشتباهی است که در حق خودت انجام میدهی. روانشناس مشهور به نام آلفرد آدلر ترفندهای کاربردی را تشخیص داده که حتما از این مشکل نجاتت میدهد. قبل از این که ترفندها رو براتون بگم، کانال ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید. اولین قدم برای رهایی از این مشکل پذیرفتن یک حقیقت ساده است. هیچ انسانی نمیتواند همه را راضی نگه دارد. حتی موفق‌ترین، مهربان‌ترین و محبوب‌ترین افراد دنیا هم همیشه منتقدانی دارند. اگر تمام انرژیت را صرف جلب رضایت دیگران کنی، در نهایت فقط خودت را خسته و ناامید خواهی کرد. 2. بسیاری از افراد فقط از ترس ناراحت شدن دیگران به درخواست‌های جوابی مثبت می‌دهند که اصلاً تمایل به انجامشان ندارند. نگفتن بی احترامی نیست، بلکه به این معناست که به انرژی و آرامش خودت هم ارزش قائل هستی. لازم نیست برای هر تصمیم توضیح طولانی بدهی. یک نه محترمانه کاملا کافی است. 3. هر زمان خواستی تصمیم مهمی بگیری، چند لحظه مکث کن و از خودت بپرس: اگر هیچ کس قرار نبود مرا قضاوت کند، باز هم همین انتخاب را میکردم؟ این سوال کمک میکند تفاوت بین خواسته واقعی خودت و ترس از قضاوت دیگران را تشخیص بدهی. 4. وقتی برای اولین بار خودت را در اولویت قرار میدهی، ممکن است احساس گناه کنی. این احساس طبیعی است، اما همیشه درست نیست. مراقبت از خودخواهی نیست. اگر همیشه خودت را نادیده بگیری، در نهایت چیزی برای بخشیدن به دیگران هم نخواهی داشت. 5. ارزش خودت را به نظر دیگران وابسته نکن. ارزش تو با تعریف‌ها، تاییدها یا تحسین دیگران مشخص نمی شود. ارزش واقعی تو از شخصیت، اخلاق، تلاش و توانایی‌هایت می آید. اگر عزت نفست را به نظر دیگران گره بزنی، با هر انتقادی کوچکی احساس شکست خواهی کرد. 6. همه انسان‌ها حق دارند برای خودشان مرز داشته باشند. اگر کار باعث خستگی، ناراحتی یا فشار بیش از حد می شود، حق داری آن را نپذیری. 7. هر روز یک قدم کوچک بردار. لازم نیست یک شب تغییر کنی. از موقعیت‌های کوچک شروع کن. مثلا اگر با موضوع موافق نیستی، محترمانه نظرت را بیان کن. همین قدم‌های کوچک با مرور زمان اعتماد به نفست را افزایش می‌دهد. 8. باید داشته باش که زندگی توست. در نهایت این تو هستی که با تصمیم‌هایت زندگی می‌کنی، نه دیگران. اگر تمام عمرت را صرف جلب رضایت دیگران کنی، ممکن است همه از تو راضی باشند، اما خودت از زندگیت احساس رضایت نکنی. شجاعت واقعی این است که با احترام به دیگران خودت را هم فراموش نکنی و زندگی را بر اساس ارزش‌ها و خواسته‌های واقعی خودت بسازی. ممنون که تا اینجا با ما بودی. در کامنت برام بگو آیا مفید بود یا خیر.